توی ویدیوی قبلی گفتیم که گفتگوی قبل از سکس چقدر میتونه رابطه رو بهتر کنه. حالا بریم سراغ 5 تا سوال خیلی ساده که میتونیم قبلش بپرسیم. سوال اول راجع به سلامت جسمی و جنسیه. اینکه آخرین بار کی تست دادی، نتیجهش چی بوده و بعد از اون چه کاری انجام دادی. سوال دوم راجع به ترجیح یا سلیقه جنسیه. اینکه پارتنر ما استریت، گی یا بایسکشوال هست. این سوال باعث میشه که یک بستری واسه درک کردن پارتنر ما فراهم بشه. سوال سوم مربوط به وضعیت رابطه هست. اینکه سینگل هست یا نه و با رابطه ما کسی دیگری دخیل میشه یا نه. سوال چهارم مربوط به معنی سکسه و اینکه اگه الان میخواد با شما این کار رو انجام بده چه معنی براش داره و اگه راجع به این قضیه روشن نیست شاید باید تجدید نظری بکنه. و در نهایت سوال پنجم مربوط به وضعیت سیکل قاعدگی و متد جلوگیری از بارداریشون هست و اینکه اگه خانم هستن اگه بارداری اتفاق بیفته چه اقدامی میخوان انجام بدن و از شما میخوان که چه کاری براشون انجام بدن.